بخش بعدی تشکیل دهنده جهان درونی احساسها هستند. در عمیق‌ترین لایه‌های درونی ما احساسها پنهان شدند و این احساسها هستند که بیدار کننده اضطرابند. بعد از اینکه ما آموختیم چطور اضطراب را ببینیم و آن را درک کنیم و به عنوان بخش انکار نشدنی در درونمان بپذیریم، می توانیم ارتباط آن را با احساسی که در آن لحظه داریم متوجه شویم. هرچه بیشتر بتوانیم اضطراب را ببینیم و اجازه دهیم دیده شود، ظرفیت درونی ما برای پذیرش و درک احساسها بزرگتر می شود. بیدار شدن احساسها در درونمان چه به وسیله اتفاقی که در زندگی ما می افتد و چه به وسیله خاطراتی که به یاد ما می آید می تواند به شدت اضطراب را در ما بالا ببرد. مخصوصاً اگر احساسهایی که بیدار می شوند سخت و تلخ باشند. احساسهای متفاوت بیدار کننده رفتارهای متفاوت هستند. زمانی که ما غمگین می شویم، اشک می ریزیم، به دنبال آغوش و مرهمی هستیم. سنگینی عمیقی را بر روی قفسه سینه خود حس می کنیم و دوست داریم درک شویم و مورد پذیرش قرار بگیریم. زمانی که خشمگین هستیم گرممان می شود و نیرویی را در درون دستها و پاهایمان حس می کنیم. در تنفر داغ می شویم. در خشم و تنفر احساس می کنیم انرژی زیادی داریم و دوست داریم به چیزی یا کسی آسیب بزنیم. در نهایت انسان آگاه خشم و تنفر را از درون حس می کند و آن را تبدیل به خشم سالم می کند و با کلمه ها و رفتارهای مناسب مرزبندی خودش را با آدم هایی که خشمگینش کردند دوباره مشخص می کند. در خشم صحبت کردن، مرزبندی کردن و واکنش مناسب و محترمانه وجود دارد. البته باید از درون حس کنید که چقدر عصبانی هستید و کاملا انرژی خشم را بفهمید و بعد در دنیای بیرونی و روبروی آدم‌های دیگر آن را کنترل کنید. لازمه کنترل خشم بینش به وجود خشم در بدن و آگاهی به میزان آن در بدن است. در احساس گناه شانه‌های ما سنگین می‌شوند و ما باری را بر روی دوش خود حس می‌کنیم و با رفتاری که در آن میل به عذرخواهی وجود دارد رابطه را ترمیم می‌کنیم. در احساس گناه واقعی میل به جبران وجود دارد. در احساس شادی و دوست داشتن نوعی سرمستی وجود دارد. قفسه سینه باز و رها می شود. انگار جریانی زیبا و نورانی و آرام بخش در قفسه سینه شما می چرخد. در این احساس ما دوست داریم بخندیم، برقصیم، در آغوش بکشیم، به دیگران بگوییم دوستشان داریم و فریاد بزنیم که مرا نگاه کن، شادم. در احساس ترس محرکی وجود دارد که ترسناک است. محرک وجود دارد و ما می ترسیم. در ترس یا فرار می کنیم و یا می جنگیم. به صورت غریزی در انسانها دو پاسخ ایجاد می شود، فرار یا جنگ. پس با احساس ترس رفتارهای ما تغییر می کند. در احساس شرم ما خجالت را حس می کنیم. خون به سرعت به صورت ما می رسد و در بیشتر انسانها خنده نخستین واکنش غیر ارادی به احساس شرم است. سرکمی به سمت پایین می رود و فرد دوست دارد فضا را ترک کند. ما 5 حس اصلی داریم و اگر تمام این احساسها را تجربه کنیم رفتارهای ما تنظیم می شوند و صمیمیت ما در رابطه هایمان بیشتر می شود. شادی، غم، خشم، گناه و ترس 5 احساس اصلی هستند. اگر ما یک رفتار غالب داریم، مثلا اغلب عصبانی هستیم یا بی تفاوت هستیم و یا مثلا در حال گریه یا در حال مهربانی کردن و خندیدن هستیم، احتمال ایجاد مشکل در رابطه با دیگران برای ما بیشتر است. در واقع قرار است ما احساسها را حس کنیم و رفتارهای مناسبی را برای بروز احساسهایمان بیاموزیم.
در جهان درونی ما هر احساس شکل خاصی دارد و اگر رابطه ما با درونمان خوب باشد می توانیم هر احساس را حس کنیم و اجازه دهیم احساسها در بدنمان جریان داشته باشند. احساسها برای حس شدن به وجود آمدن، نه سرکوب و فرار. دنیای احساسها دنیای زیبایی است که معمولاً با آن غریبه هستیم و در بیشتر مواقع یا از آنها می‌ترسیم و یا آنها را سرکوب می‌کنیم. این غریبگی را از اطرافیانمان آموخته ایم. زمانی که متوجه شده ایم احساسهایمان می‌تواند به ما آسیب بزند. در کودکی و نوجوانی بسیار به ما آموختند که احساسها آسیب میزنند و این تهدیدها ما را ترسانده و بیشتر از دنیای درونیمان دور کرده است. پدر یا مادری را در نظر بگیرید که به فرزندش میگوید گریه نکن، مرد که گریه نمیکنه، یا مثلا میگوید بلند نخند، زشته، و یا جملات معروفی که بسیار زیاد استفاده می شود. بعد هر خنده‌ای گریه است، مواظب باش. در تمام این جمله ها و کلمه ها نوعی تهدید را می بینیم که مواظب احساسهای خود باش و آنها را سرکوب کن. غافل از اینکه این سرکوب احساس هاست که به ما و رابطه هایمان و اول از همه به رابطه خودمان با درونمان آسیب می زند. احساس ها هیچگاه آسیب زننده نیستند و حس کردن آنها هیچ مشکلی را به وجود نمی آورد. احساسها بخشی از دنیای درونی ما و بخشی از هستی هستند. چطور ممکن است چیزی که با ما زاده شده است به ما آسیب بزند؟ هر آنچه در بدن ما تعبیه شده است و در ساختار بدن انسان وجود دارد کمک کننده است. احساسها به ما کمک می کنند که بتوانیم از دردها و مشکلات دنیا گذر کنیم و به ما کمک می کنند با دیگران ارتباط برقرار کنیم. به ما کمک می کنند که رفتارهای مناسب و صادقانه با خودمان و آدمهای دیگر داشته باشیم و در نهایت دیگران را بهتر درک کنیم و همچنین خودمان و جهان درونیمان را بیشتر بشناسیم.